بریم سر 96. من واقعا این فایتر نیستم. این پیرمرد جالب بود ولی این واقعا نیستم. نمیبینه اون اصلا انرژی نفرین نداره. چیزه دامین میو فقط برای سومو، یه بریره که همه چی نابود میشه. میتره کام داون یانگ لیدی. خیلی عضله های خوبی داریم ما کی. بیا سومو بازی کنیم. میگه باید دو طرف قبول بکنن که خب رید ماکی قبول نمیکرد دامینش اصلا اکتیو نمیشد. ماکی چی کن ریدم. ماکی رید دامینش اصلا اکتیو نبود. گفت سوما کار میکنی. بعد ماکی وسط درگیری با ناویای حالت کرس اسپریت شده برگشته که ترانسفورم هم کرده. کرس وان با اینا بودش چیز شدش به همراه یه داداشی که درگن بورنش هر انی بود دستشه و داره پاره میکنه ملتو. آره بیا سومو بازی کنیم. خیلی زمان خوبه. بهترین زمانه. درسته. بعد نوریتوشو هم رید تو خودش اینجوری که دو احمق خر الان مگه زمان سومو. آره داداش مثلا وسط چیزی مثلا رفتی چه میدونم خونت آتیش گرفته مثلا نشسته این شکلی میگی خب من خونم برم بیرون. یهو که پلا میده تو کشتی بگیریم کشتی و تو میگی باش. بعد داری مثلا خونه داره آتیش میگیره داری کشته میگیری. بیاد نوتش گفت چه گوهی داری میخوری. میگه زیادی دارم فکر میکنم بذار یکم ریلکس کنم. اینو داره به عنوان ریلکس میده. ما کی چته اوکی میگه چه چیزیه که من نمیبینم. what is it what the fuck چقدر سریع. خب تو دامینشی ماکی. خب معلوم و کالینگ گیم نیومدین اینجا. what the fuck ماکی داره فاک میره. میگه سومو بهترینه اما میدونم که بیش از این قوی. میگه میدونستم اگه مستقیم باید رو به روش منو پاره میکنه. پس به هم بگو چرا نمیتونی تمرکز کنی. به چی داری فکر میکنی. what الان نشست برادرانه با هم اصلا چه اتفاق داره اینجا میفته. خب بدتر شد آقا. چیز شد خونت داره آتیش میگیره. یارو میاد میگه بیا کشتی بگیریم. تو هم میگی باشه. شروع میکنه کشتی بگیرید. میندازه ادامه میگه ولی من میدونم تو از این قوی تو چه چیزی ذهنتو مشغول کرده. بذارید من بله مینویسم تو دفترم. بله 1 میلیون تومان برای این جلسه تراپی. بله بگید با متوجهم. بله شما باید رو خودتون کار بکنید. بله میگه هیچ کسی نبودش که خود معلم من باشه. هیچ وقت فکر نمیکرد که هیچ وقت به بقیه اعتماد نکنه برای قوی شدن خودش. وای دارم آتیش میگیرم تراپی وسط کشتی. میگه متوجه شد. اینم فهمید این واقعا یارو تراپیگایه. داره میگه متوجه شدم. پس تو نفهمیدی که اون سامورایی چی گفتش. میگه ولی من میدونم چی گفتش. پاشو بیا سومو انجام بدیم. نمیدونم چطوری به توضیح بدم. گگه نشسته بوده با بزرگی شما گفته گگه من خیلی سومو دوست دارم. اموات ما رو هم که به خاطر این مانگا دارن فوش میدن. پس یک لطفی بکن و یک قسمتی رو به سومو ربط بده. بعد گگه آنیت پدر بزرگ زمانی که داره فایت میده با نوآیا یه دفعه یه سوموگا یه کاتاناگا میپره وسط. بعد ما بزرگ مادرش میاد میگه گگه ما نسل اندر نسل قدیم برای شوگون ها برای شوگونت کیوتو کاتانا میساختیم. و میگه آنیت باشه یه دونه این یه دونه مون لتس گو. یارو تبلیغ رفتین؟ اوکی داره میگه دخترک بعد بذاری که بذاری که بگیرنت. میگه چه چیزی؟ میگه بذاری خودت دارت گم میخوره. خب انسان ها میخورن دایرکت وات مثلا چی داره میگه. میگه فقط یه چیز رو فیکس رو یک چیز تمرکز نکن همه چی رو ببین. باشه درسته. خب همه چیز در مورد خودت، رقیبت، اطرافت همه رو ببین بو کن بخور برین چه میدونم
میگه وقتی همه سنسات همزمان کار بکنه دیگه مهم نیست چی رو چشته و فلان و اینا. میگه حتی برد و باخت موساشی بعد از غار جلوش ایسکای شده، هیچ چیزی حتی برد و باختم مهم نیست. منظور سامورایی این بودش، آزادی. بله سیف شدیم پنل در جا. بله و در ثانیه اول کلیک راست چیز اینتر تمومه. برای تحلیل نیازه بچه‌ها. اون قسمت هم چپش ایوت برای تحلیل نیازه. تایز تو چیز ریشو خوبی دارم میبینم. یه سری ایران هم پشت ایران رو الان دیدم، شاید باورت نشه. ولی پنل زیبا ایناست که خوبه. اون که پا هست میشه، اشکال نداره. گوما let's sumo I feel amazing. ماکی sees the light. اومد بیرون، تمام شد ما چیزش. باش. اوکی. ماکی در 5 دقیقه پاور اپ گنده گرفت. بله شما اون رو میبینی و دوست نداشته باشی شما اشتباه میکنی. خب 197. تو ماکی اینم که پنل قشنگیه. میگه ماکی شبیه یک انسان دیگه است. چه اتفاقی داخل اون دامین افتاد؟ داداش گلمون کلی باش چیز کرد. اونجا خیلی زمان زیادی داشتن. این مثل تایم کپسول دراگون بال شد. 1000 بار با هم دیگه سومو بازی کردن توی اوکی باش همون تایم کپسول دراگون بال شدش. 1000 بار سومو بازی کردن ولی خب 1 دقیقه گذشته بیرون انگار. کمتر از 1 دقیقه. خب این داره میگه خب چه گوی میخوای بخوری؟ فلان داره سوالش میبره بالا. I need to cut more, I need to sumo more. دارن با هم رفیق بشن. میگه شما چتونه؟ میگه نمیدونیم. هیچ اهمیتی نداره چطور انسانیم. برو وات؟ پسران پسر دوست؟ آره. میگه من کاتانا دارم و میخوام باش ببرم. بقیه تصمیم میگیره من چه گوی بخورم. میگه من دوست دارم با اون خانم خوشگله نگو خانم خوشگله مزف کنم سومو بازی کنم. سامورای تو هم میخوای سومو بازی پس میخوای باش آره دیگه وسط سومو میتونی تایز بگیری بلندش. آره داداش متوجه شدم. عجب این زرنگه. کسی که داره خوب استفاده میکنه. خب طرف اگه سومو رو اوکی داده میگن جفتشون کانسنت دادن که جاهای همدیگه رو لمس کنن دیگه. این برادرمون he knows the game man. he knows the shit bros. اینجوری یه لاس ریزی میزنه و طرف هم میگه اوکی بده اونم اوکی که چیز. نه تو که تو اشتباه اینطوری داری میگی بد داری منظور میرسونی. اون کار درست نیستش. خب منظورم اینه که دو طرف راضی هم به قضیه. کسی که بگم یه سری اون دخترا اوکی ندادن به سوم ولی ماکی اوکی داد. همیشه کانسنت مهمه. بله. چرا میگه من باید سرعتم بیشتر باشه؟ چرا نمیتونم به دست بزنم و برسم؟ ماکی سرعتش زیاد چون پنل خوشگلی داره میدوه. داره اطرافو نگاه میکنه میدونه نهایت کجا داره میره. یعنی حواسش به اطراف داره جمع میشه. یه بدون عینک هم نمیتونستم ببینم چیزی که مثل توجیه داره میشه دیگه. ولی با تشکر از مای من این بدن رو به دست آوردم. مای کامل قضیهش توضیح دادم تو تحلیل راستی. ضبط شده همون موقع که 2 روز بعد ضبط شد. میگه بدون گلاس هم میتونم کرسا رو ببینم. خیلی خوشحال بودم چون مثل همه بودم الان. میگه کافی نیست که اندازه بقیه باشم. چیزایی هست که فقط من میتونم ببینم که فقط اون میتونه ببینه. گرفتش. اینم یه پنل خوشگله دیگه. چه آرش خوبی؟ سلام علیکم. وسط هوا جا خالی داد. میگه وات چه بد دهنی. همین دیگه. میگه داره میگه مثلا حس و حال دما رو داره چیز میکنه یا فشار هوا اون داری فکر کجا دارم میاد. صرفا داره حس با تمام حواسش داره به کار میگیره همزمان. من کرس اسپریتم. تو کرس اسپریت کرس انرژی نداره. مشتات چه گویی داری میخوری؟ انداختش پایین. این با کله کوبید تو صورتش. آقای سوم اخ یارم نصفش کرد فکر کنم. قشنگ نصفش کرد. بعد دوباره خوابون تو صورتش. کنسل شد. یاد توجی ریفرنس ها رو داد. یاد توجی افتادش.
خود نایا اومد بیرون. what the fuck. تنها کسی که همزمان هم گام با توجی وایسه منم. domain expansion براه what the fuck. his presence persistence and pride have taken their form. what the fuck man. خوبه آرش چطوری؟ 198 domain expansion زد. temporal womb moon palace. این چه انیه؟ این چه آشغالیه که زدش؟ این دوتا هم توشه. این دوتا احتمالا الان کشته میشن. فیلم کرد توشون. این الان دامین بلده. پاره شدن. چی شد؟ چه اتفاق افتاد؟ آها فریز کرد تکون خوردنشونو. هر سلولشون هدف کرس تکنیکش میشه. هر وقت تکون بخورین اصلا نمیتونن تکون بخورن تو دامینش. دمیج میخورن. فهمیدین؟ نمیدونه ماکی کجاست. آره دیگه خب. میگه این دامین من حتی کرس انرژی هم نداشته باشه حداقل بدونم کجاست دیگه. اینو دارم میبین دوتا کنسل شدن. سامورایز اومدن و رفتن. آرش جدی؟ دستش در نگاه. چطوری مرجان خوبی؟ سلام علیکم. آره یکم اینترنت ریدمانه مثل همیشه در این مملکت بسیار زیبا. خب یه شمشیر رفت توش. چون ماکی و توجی کرس انرژی ندارن بریر تکنیک ها و دامین ها اینا در اصل میگه فکر میکنن ساختمونن. Chibi how you doing? You're reading it in Farsi. Hello there. Unless the barrier uses a physical object میگه اگه خودش قبول بکنه تو میتونه واردش بشه یا اگه یه فیزیکال آبجکت داشته باشه بریرش مثل اونی که فوشیگورو تو اون جیمنسیوم پیاده کرد. ماکی رو نمیشه داخل چیز نگه داشت داخل یه دامین چون کرس انرژی نداره. میگه متوجه شدی؟ میگه موفق شده همه چیو شکست بده. داره مای دوباره میبینه. آره شمشیری که مای به جا گذاشتش یک رپلیکای کرسور سول لیبریشن بلیده. مستقیما روحو میبره. آره جوزه همش فایته بچه‌ها. این یه جوکه؟ نمیدونستم حاج کجا ببخشید. جوکش چیه؟ چون واسه خوندن اصلا دقت نکردم. English or Spanish. But in order to use it at its full potential میگه باید چشمایی داشته باشن که souls of inanimate object رو ببینن. اشیا که تکون نمیخورن. میگه باید توی یه ضربه منو میکشتی دیگه نمیتونی توی دامین تکون بخوری. برای همین هم هستش که تو همیشه یا خدا. چرا؟ This can't be. دامین جواب نداد روش. دامین اصلا دامیناش رو اینا رو کرس انرژی رو دیتکت میکنه دیگه. بعد داره میگه خب وقتی کرس انرژی رو دیتکت میکنه پس راهی نداره که ماکی رو چیز کنه که کرس انرژی نداره. ترکید. اما این دوتا زنده موندن اینجوری. میگه 12 سال بعد از مرگش یک انسان دیگه در حد و اندازه به قدرت در حد اندازه زنین توجید پدیدار شده. حرام. Are you fucking kidding me? اوکی. پنلو در جا سیف شد.